به مرور زمان چه بخوای چه نخوای بالای 40 سال عضلاتمون شروع میکنن به تحلیل رفتن. خب اگه ورزش نکنیم و دائما دنبال انواع رژیم های متنوع باشیم و چند روز، یه هفته، یک ماه اساسی لاغر کنیم، 2 ماه، 3 ماه لاغر کنیم ولی ورزش نکنیم و بدنمون رو روی فرم نگه نداریم، در کنار اینکه آسیب میبینیم عضلات بدنمون رو از دست میدیم و بدنمون شل افتاده میشه. اینو بدون در کنار رژیم غذایی صحیح ورزش اصولی خیلی میتونه بهت کمک کنه. اگه دوست داری چند تا حرکت عالی برای فرمگیری بدنت داشته باشی و انجامشون بدی، بیا با من این حرکت ها رو انجامش بده.